با سلام خدمت شما ملت نمک نشناس. پروانه ملخشور، نماینده مردم تهران در مجلس شورای عالی هستم. راستش بخواین یه چند روز پیش درد دل کوچیکی کردم، گفتم که بدنم درد میکنه، گردنم درد میکنه، دستامو عمل کردن، اصلا ستون فقراتم رو توش یه میله گذاشتن. آره عزیزان، نه جرس عقلی بهم نزده. آره عزیزان، همچنین داشتم میگفتم این چادر وامونده باعث خیلی دردا شده در بدن من. اگه این چادره نبود خب گردن من اینجوری نمیشد، دست و پام اینقدر درد نمیگرفت. آره حالا من یه درد دلی کردم وای اینقدر. شما ملت نمک نشناس بعضیات اومدین چقدر فوش خواهر و مادر دارین تو صفحه من، گفتین خائن هستی و میخوای چادر رو از دختران ما بگیری و راجع به حجاب داری بد میگی و وای اصلا تهدید به مرگ هم کردین موردش رو برده ها. نه خیالتون تخت باشه، من استخر برو نیستم، نه من استخر نمیرم. آره کور خوندین. آره همچه در فضای مجازی خب خیلی مزخرفات گفته شد به من، اما خب ملت نمک نشناس یه چیزی رو شما یادتون رفت، فکر نکردیم با خودتون. شاید من دارم مثلا فیلم بازی میکنم، شما کجا میدونی؟ خب به من دستور من از بالا گفت عزیزم یه چیزی بگو، فکر مردم رو عوض کن از چیزایی که داخل کشور داره اتفاق میفته. خب راجب ورزش مرزش که نمیتونستم صحبت کنم چون من ورزشکار نیستم. خب راجب چی باید صحبت میکردم؟ چجوری وزن کم کنی؟ خب اون غذا خیلی دوست دارم، دست به خوردنم خیلی خوبه و مفخوری و اینجور چیزا. آره چطونه؟ خب گفتم اونم که نمیتونیم بگم. بعد گفتیم نشستیم خب فکرامون رو ریختیم رو هم، گفتیم اصلا بگیم چادر باعث گردن دردم شد. خاره که خب فکرتون رو خوب گرفتیم، نه آوردیم این ور از اون ور آوردیم این ور، وگه نه خب داشتین خیلی دیگه مسائل چیزای دیگه فکر میکردین، هفت‌دبه و مفتبه و که میدونم کشاورزان اصفهان و تفلانی که بهشون آسیب رسیده بود و اینجور چیزا. خب گفتی با یه جوری بالاخره فکر شما رو در بیاریم دیگه. البته ما مامورای دیگه هم که داریم که فکر شما رو جاهای دیگه ببرم و گاهی وقتا از ما هم کمک خواسته میشه دیگه. اما یادتون باشه یه 6 ماه پیشم من تو مجلس دوباره هارت پورت کردم، یادتون میاد هارت پورتامو؟ نه موردش بودم چه که یادتون رفته؟ خب میتونم یادآوری کنم، کاری نداره. یادتون یه شعری خوندم براتون شروع کردم دیگه، یادتون بیاد یه 6 ماه پیش هم چه گفتم یه شعری خوندم و شروع کردم شعر خوندن و با از قوه قضاییه صحبت کردن و بعد دیگه از پولشویی اینا صحبت کردن و همچی دیگه خیلی ناراحتیم رو رسوندم که وای چرا به فکر مردم نیستید و وای چرا حق مردم رو دارید میخورید. یادتون میاد؟ آره من همون پروانه ملخشورم دیگه. اگه شعر یادتون نیست براتون بخونم، حفظ نیستم و یادتون بشه رو کاغذ، اون موقع من رو کاغذ میخونم. یه چند دقیقه کمشو بخونم، تحمل داشته باشین. به این چای قلبیتون رو بگیرین براتون میخونم. شعر اینجوری شروع شد: یک مشت گدازاده از راه رسیدند، در میهن پر رونق ما خانه گزیدند، با روزه و روزه در این باغ پر از گل، چون گاو دریدند و چریدند و خریدند. آی گردنم. آره دیگه مردشو برده ها. چادر خیلی خب زخیمی که زخیمه، آره سنگینه، وزنم سنگین نیست، چادره من گفتم حالا من اینو گفتم شما باور کنید. آره دیگه هیچی دیگه عزیزان. نه دیگه دکتر گفته فعلا اینو ببند گردنه، دسترم ببند، یه مدتی اینجوری رو برو تا ببینیم چی میشه. آره دیگه دوستان دیگه حرف دیگه ای ندارم. مردشوی خانه این فوش ندین، اینقدر مزخرف نگین، گردنم درد میکنه. آره با ستون فقراتم. البته اون چمدونه پر پول اصلا کاری به این حرفا نداشت. چمدونه خب خیلی سنگین بود لامصب، باید میکشتمش این ور میکشتمش اون ور، پولا رو باید میبردیم جای دیگه. آره پول شد چطونه؟ آره دیگه عزیزان پروانه ملخشور هستم و
تا بعدا دیگه حالا بهتون میگم که این ستون فقرات من بهتر شد بهتر نشد. تا اطلاعات بعدی فعلا خدا حافظ، کمتر فوش بدین. Goodbye. Both. You wear both? Yeah, sometimes I wear only scarf and sometimes I wear this. Officially I wear this, but sometimes also I wear just like you. But do you but think... I don't in our country because we are religious, so we put our... So you think that women should have the choice to wear or not to wear, or they should all wear? It is our primary right, you know. To choose? To choose. Yeah. So if I don't want to wear the veil, I shouldn't wear? Yeah, of course. But you know, the time will come. But they have chosen another way, and it is upon themselves. But I have everyone wants. And we have to respect some norms of society. But one day it will be a choice. Yeah, of course. That's great. It is a process of development. Thank you. Thank you. And women who wear